جلسه رو شروع میکنیم با نام یاد خدا. برای شروع جلسه اول ویروس رو تعریف میکنم خدمتتون. حالا میتونین یادداشت کنین از نکاتی که من عرض میکنم خدمتتون، یا اینکه اگر که ضبط شد میتونید از تیم پشتیبانی بخواین که ببینین به چه صورتی هست که بتونید بعداً هم این ویدیوهای آموزشی که حالا به صورت آفلاین بعداً داخل سایت هست توی پنل کاربریتون بتونید مشاهده کنید. خب ویروس در واقع میتونیم بگیم کوچکترین عواملی هستن که میزبان خودشون رو به صورت اختصاصی آلوده میکنه، حالا یا به صورت انگل ژنتیکی مطرحن و کلا خارج از بدن قدرت تکثیر ندارن. ما به اصطلاح میگیم که ویروس یک موجود زنده نیست. البته این از لحاظ علمی اینطور بیان نمیشه، اما برای اینکه درک بهتری داشته باشید میتونیم بگیم که ویروس در خارج از بدن یک موجود زنده محسوب نمیشه. کلا ویروس ها، کلا این عواملی که عرض کردم خدمتتون، ما یه دو مورد دیگه هم داریم که به پریون ها معروف هستن که عوامل عفونی هستن که فقط از پروتئین ساخته شدن، یا حالا ویروئید ها که اونها هم عوامل عفونی هستن که نوکلئوتید های از جنس RNA بدون پوشش پروتئینی هستن و اینها خب خیلی خیلی کوچکتر از ویروس هستن و این هم نمیتونیم بگیم یک موجود زنده، ولی خب هم ممکنه که مثلا باعث جنون گاوی بشن و ما اینها رو میتونیم به این صورت تعریف کنیم. کلا ویژگی که ویروس ها دارن و اونها رو متمایز میکنه از باکتری ها یا حالا سایر میکروارگانیسم ها، یکی از ویژگی هاشون اندازه بسیار ریزی هستش که ویروس ها دارن، یعنی خیلی ریزتر از باکتری ها هستن، مثل پیکورنا یا فلج اطفال که در واقع پولیا ویروس هست، کوچکترین ویروسه، و بزرگترین ویروس هم ما بهش میگیم پاکس ویروس که اینها با میکروسکوپ معمولی هم حتی قابل دیدن نیستن. این نکته خیلی مهمه که بزرگترین ویروس پاکس ویروس هست و معمولا توی تست ها خیلی میاد، پس این رو یک جای یادداشت کنین یا حالا این رو داشته باشین، مد نظر داشته باشید. و ویژگی بعدی این هستش که ویروس ها قدرت تولید انرژی ندارن، چون میتوکندری ندارن و چون میتوکندری ندارن در اصل نمیتونن انرژی از خودشون تولید کنن و وابسته به یک سلول میزبانی هستن. برای همین هستش که وقتی وارد بدن انسان میشن، وقتی که در واقع ژنتیکشون رو وارد سلول انسانی میکنن و با اون ادغام میشه، اونجا تازه ویروس میاد خودش رو شکل میده، حالا از ساختمان خود سلول میزبانش در واقع تغذیه میکنه و اون رو میگیره که بتونه حالا به روش‌های مختلفی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم بتونه تقسیم بشه، وگرنه همینطوری نمیتونه تقسیم شه. و بعدیش، ویژگی بعدیش که خیلی مهمه این هستش که ویروس ها چون ریبوزوم ندارن پس پروتئین سازی مستقلی هم ندارن و برای این هم در واقع به سلول میزبانشون وابسته هستن. گزینه بعدی این هستش که ژنوم ویروس ها یا حالا RNA هست یا DNA برخلاف باکتری ها، و بعدی هم نحوه تکثیرشونه که میوز و میتوز کاملا متفاوت دارن با باکتری ها. و بعدیش هم در واقع مقاومت ویروس ها نسبت به آنتیبیوتیک ها، چون متابولیسم مستقلی ندارن، در واقع برای همین هستش که شما وقتی که سرما میخورین اگر دقت کرده باشین برای سرما پزشک بهتون آنتیبیوتیک تجویز میکنه. حالا چرا آنتیبیوتیک تجویز میکنه؟ ویروس که به نسبت به آنتیبیوتیک مقاومه، برای چی پزشک مجددا آنتیبیوتیک تجویز میکنه؟ به خاطر این هستش که بدن در واقع ضعیف میشه. من چون دسترسی به چت هاتون ندارم نمیتونم ازتون سوال بپرسم، این رو اول خودتون جواب بدین توی ذهنتون و من آروم آروم حالا جواب رو خدمتتون عرض میکنم. چرا؟ به خاطر این هستش که در واقع عفونتی که ایجاد کرده این ویروس در بدن رو ضعیف کرده و برای اینکه حالا اون باکتری فرصت طلبی که هستش داخل بدن فرصت براش ایجاد نشه و عفونت ثانویه باکتریال ایجاد نشه، برای همین هم پزشک آنتیبیوتیک بهتون تجویز میکنه. گزینه بعدی ساختمان ویروس هست که حالا
من خدمتتون عرض کنم، از داخل به خارج حالا جسم مرکزی هستش یا کور بهش میگیم که ژنوم هستش که داخل در واقع توی HIV و پاکس ویروس ها RNA یا DNA اون داخل اون هسته مرکزی اون کور به وسیله کپسید که حالا پروتئین هایی از جنس کپسومر هستن و واحدهای مورفولوژیکشون کپسومر هست ساخته شدن و اینها رو کپسیدها احاطه کردن این ژنوم ویروس رو. تو بعضی از ویروس ها هم به دور کپسید یه قشای لیپیدی به نام انولوپ که فسفولیپید دولایه هست و بر سطح اونش حالا موارد گلیکوپروتئینی هستش که ما بهش میگیم پپلومر یا اسپایک که در واقع وظیفه اتصال به رسپتور سطح سلول میزبان رو به عهده داره و حالا توی ایمنیزایی هم نقش داره. توی بعضی از ویروس ها مثل آنفولانزا و HIV یه دونه پروتئین بین انولوپ و کپسید وجود داره که ما بهش میگیم ماتریکس که این ماتریکس نقش در واقع استحکام بخشیدن رو داره به اون ویروس. ما تو بعضی از ویروس ها هم یعنی اینهایی که خدمتتون عرض کردم تو بعضی از ویروس ها هست، تو بعضی از ویروس ها ممکن مثلا انولوپ وجود نداشته باشه. ما تو بعضی از ویروس ها هم توی داخل ویروس چندین آنزیم داریم که حالا به صورت پروتئین های غیر ساختمانی مطرح هستن. اگه بخوایم ویروس ها رو از لحاظ در واقع شکلشون بخوایم به دو تا قسمت تقسیم بکنیم، یکی از موارد بدون پوشش یا کپسید هست و بعدیش پوشش دار یا حالا دارای انولوپ هست. و از لحاظ تقارن هم یا از لحاظ ساختمانی هم ویروس ها در واقع به ویروس های متقارن بیسفرشی یا مکعبی یا حالا هلیکال یا مارپیچی تقسیم میشن یا متقارن یا پیچیده بهشون میگیم مثل پاکس ویروس ها و اینکه انولوپشون کلا متفاوته، لیپوپروتئین آب یا کلسترول هست. اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما برای شناسایی تقارن از تکنیک تفرق اشعه X و استفاده از میکروسکوپ الکترونی استفاده میکنیم که حالا تفاوت‌های جزئی تو ساختار ویروس بهمون نشون داده میشه. تقارن مکعبی یا 20 وجهی تقارنیه که شکل 20 وجهی به ویروس داده و حالا تقارن‌های 2، 3 یا 5 تایی محسوب میشن. و تقارن مارپیچی یا حالا هلیکال زیرواحدهای کپسومر پروتئین کپسومر به صورت متناوب با اسید نوکلئیک ویروس قرار میگیرن و به اون یه حالت هلیکال پیچ خورده میدن و همینطور هم یه پوشش لیپیدی یا انولوپ اطراف اون رو در بر گرفته. پس میتونیم بگیم که مشخصه های ویروس های دارای انولوپ یعنی اونایی که فقط RNA دارن، این هم مهمه، داشتن تقارن هلیکال یا مارپیچی هست. پس اگر که این تست اومد مشخصه ویروس هایی که انولوپ دارن، اونهایی که فقط RNA هستن، داشتن تقارن هلیکال یا مارپیچیه. تقارن بعدی که پیچیده یا کمپلکس هستش، این ویروس ها نه تقارن مکعبی دارن نه تقارن مارپیچی، بلکه کلا شکل بسیار پیچیده‌ای دارن که حالا بیشتر توی خانواده‌های پاکس و کرونا ویروس ها دیده میشه. این هم در واقع تست هایی هستش که بیشتر توی ویروس شناسی اومده و حالا خیلی مهم هست، بیشتر مهمه. حالا اجازه بدین یه سوالم از خدمتتون بپرسم این بین، ببینم اونهایی که حواسشون هست، چون من اینجوری هم دوست دارم ببینم آیا حواستون هست یا نه. ما اولش گفتیم که کسی که در واقع خود ویروس مقاومت داره به آنتیبیوتیک، درسته؟ بعد برای چی پزشکا پس آنتیبیوتیک تجویز میکنن به کسی که حالا بیماری ویروسی گرفته؟ میتونین رو خدمت من در واقع بفرمایید که من خدمتتون عرض کردم. همین هستش، نکته کنکوریش همین هستش که خدمتتون عرض کردم که وقتی که متابولیسم مستقلی ندارن مقاومت آنتیبیوتیکی دارن
یکی از نکاتش این بود که حالا الان سوال پرسیدم از خدمتون که چرا پس اگر مقاومت آنتیبیوتیکی ویروس داره چرا پزشک آنتیبیوتیک تجویز میکنه و اون هم دلیلش این هستش که به دلیل اینکه عفونت ثانویه در واقع ایجاد نشه، چون وقتی که ویروس وارد بدن میشه ایمنی بدن افت پیدا میکنه و اون باکتری هایی که حالا در بدن هستن فرصت طلب هستن میان و از این فرصت سوء استفاده میکنن و بدن رو دیگه عفونی میکنن. برای اینکه حالا عفونت ثانویه ایجاد نشه پزشک آنتیبیوتیک تجویز میکنه. اندازه ریز هم یه نکته دیگه که بود گفتم توی بزرگترین ویروس پاکس ویروس هست و این نکته رو مد نظر داشته باشیم. خیلی ریزتر از باکتری هستش ویروس، ولی خب توی ویروس ها بزرگترین ویروس پاکس ویروس هست. اینجا هم یه نکته داشت که توی مشخصه های ویروس های دارای انولو، اونایی که فقط RNA دارن، داشتن تقارن هلیکال یا مارپیچی بوده. این هم نکات کنکوری هستش که بیشتر حالا تست ازش اومده و بهتره که اینها رو بلد بشه. البته باز از این هم بیشتر من کلا توصیه‌ام این هستش که کل جدولی که حالا در جلسات آینده خدمتتون عرض میکنم رو، اون جدولی که برای ویروس های DNA دبل استرند DNA ها یا دبل استرند RNA ها یا حالا سینگل استرند ها هستش، هر کدوم از اینها رو جداولش رو کامل بهتره که حفظ کنین که حالا چه ویروسی انولوپ داره چه ویروسی نداره. که ما توی پارو ویروس ها DNA تک رشته داریم، سینگل استرند DNA در واقع اصطلاحاً بهش گفته میشه. حالا SDNA ممکنه توی کنکور اینطور بیاد که SSDNA بیاد. سینگل استرند DNA هست. روتا ویروس هستش که RNA دو رشته‌ای هست. دبل استرند DNA هستش که dsRNA هست و پیکورنا ویروس ها که در واقع RNA تک رشته‌ای خطی هستن. حالا ما چطور میگیم خطی؟ چرا میگیم خطی؟ به خاطر اینکه اگر که 3' و 5' ژنوم ویروس از هم جدا باشن میگیم که اسینوکلوئید که ویروس خطیه و اگر نزدیک به هم باشن میگیم که سر 3' و 5' میگیره. این رو یادتون باشه یه خط بکشین، یه سمتش 3' یه سمتش 5' و اگه اینها رو به هم وصل کنیم یه حالت حلقه‌ای میده که ما به اینجور ویروس ها میگیم اسینوکلوئیکشون یا حالا RNA دبل استرند RNA خطیه. خب پروتئین هایی که حالا کپسید یا هپرومر رو در واقع تشکیل میدن چه ویژگی هایی دارن و این ویژگی ها خیلی مهمه توی تست کنکوری. این ویژگی ها خیلی مطرح هست و خیلی بابتش سوال پیش اومده، پس بهتره که اینها رو هم حفظ کنیم. چه نقشی دارن؟ ما یه سری از این رو به بخش خدمتون عرض کنم. ما یه سری از RNA ها یا DNA ها رو داریم که حالا نگاتیو سنس یا پازیتیو سنس هستن. پازیتیو سنس ها RNA در واقع ویروس های RNA داری هستن که مستقیم به ریبوزوم میرن و ترجمه میکنن، یعنی اگر وارد یه سلول بشن مستقیم به ریبوزوم میرن و ترجمه میکنن. اونهایی که نگاتیو سنس هستن از خودشون آنزیم RNA پلیمراز دارن که همونطور که اسلایدهای اول خدمتتون عرض کردم بعضی از ویروس ها داخلشون آنزیم دارن، اون هم نگاتیو سنس ها آنزیم RNA پلیمراز دارن. حالا خیلی مهم نیستش که کامل بدونین نگاتیو سنس و پازیتیو سنس چی هست، ولی اگر که حالا ممکن هستش که سوال کنکوری بیاد این رو بدونین که آنزیم RNA پلیمراز رو نگاتیو سنس RNA ها دارن که معمولا mRNA یا محصول RNA یا رشته مثبت میسازن. و یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه ویروس سایتومگالوویروس یا CMV هست که این ویروس به طور همزمان یه DNA مرکزی و همینطور رشته mRNA داره. عرض کردم یا RNA دار هستن یا DNA دار، اما سایتومگالوویروس CMV به طور همزمان یه DNA مرکزی داره
و همینطور هم یک رشته mRNA داره. میتونیم بگیم که چی نگاتیو سنس هستش که آنزیم RNA پلیمراز داره که mRNA یا حالا محصول RNA یا رشته مثبت میساخت. این از این. پس کلا ویروسی که RNA پلیمراز داره نگاتیو سنس هست، یا حالا ویروس هایی که نگاتیو سنس هستن حتما RNA پلیمراز دارن. این هم مهمه. و حالا بریم سراغ وظیفه پروتئین های کپسید یا پپلومر. اولین وظیفه مهمش حفاظت از ژنوم هست که در واقع دور ژنوم رو احاطه میکنه و نقش محافظتی داره. دومیش ترانسفر کردن ژنوم یا اسید نوکلئیک هست که در واقع ترانسفر کردن یا همون انتقال دادن یا جابجایی اسید نوکلئیکش بین ویروس و سلول میزبان. و بعدیش اتصال به سلول میزبان هستش، به اسپاک یا پپلومر سلول میزبان هستش که این هم یکی از وظایفش هست. و بعدی هم تقارنی هستش که به واسطه پروتئین ساختمانی ساخته میشه. پس یه حالت تقارنی به ویروس میده. پس نقش تقارن سازی داره و نقش خیلی مهمش نقش آنتیژنیک اسپایک هستش که این هم نقش خیلی مهمیه که در واقع پروتئین های کپسید دارن. پس اگر اسپاک اومد، اسپاک چه نقشی داره؟ اسپاک بیشتر نقش آنتیژنیک داره. پس اسپاک نقش آنتیژنیک داره. یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض کنم که لیپید یا لیپید انولوپی که در بعضی از ویروس ها هست کلن از سلول میزبان تشکیل میشه. حالا یا به واسطه جوانه زدن از قشا یا حالا از دستگاه گلژی خود سلول میزبان. و کلن ویروس هیچ دخالتی در تولید انولوپ خود ویروس نداره. پس این رو کاملا از قشا یا حالا قشا دستگاه گلژی یا قشا خود سلول میزبان میگیره. یکی دیگه از مواردی که مطرح هست در واقع، حالا اجازه بدیم اسلاید بعدی، عوامل فیزیکی و شیمیایی هستش که توی ویروس ها مطرح هست. بکنم خیلی تون پیش رفت اینجا لسر ولی یه سری نکات. خب یکی از عواملی که هستش که حالا باعث این اکتیو شدن یا اکتیو شدن ویروس ها میشه عوامل فیزیکی و شیمیایی هستش. و این مواردی که عرض میکنم خدمتون نکته است و مهمه. مقاومت بیشتری نسبت به پوششدارها یا حالا مارپیچ یا هلیکال دارن. پس یکی از عوامل مهم پوشش هستش. عوامل بعدی که مهم هست دماه که اکثر ویروس ها توی دمای 60 تا 50 تا 60 درجه بعد از نیم ساعت غیر فعال میشن. اصلش نسبت به دما که میتونه حدود 10 ساعت هم پایدار باشه ویروس هپاتیت بی هست. هپاتیت بی نسبت به دما مقاوم تره و میتونه حدود 10 ساعت پایدار بمونه. پس ما میتونیم بگیم کلا هرچی که دما پایین تر بیاد پایداری ویروس بیشتر میشه. مثلا تو فضای اتاق که کلا 25 درجه است تا چند ساعت ویروس زنده میمونه. البته این رو بین ویروس های مختلف همونطور که عرض کردم خدمتتون میتونه متفاوت باشه. و اینکه حالا تو دمای یخچال مثبت 4 درجه تا چند روز زنده میمونه و توی فریزر منفی 20 درجه تا چند ماه ویروس زنده میمونه. این دماهایی هم که خدمتتون عرض کردم مهمه. دمای فضای اتاق مهمه. حالا بهتر که بلد باشین، نه حتما برای درس ویروس بلکه برای کلا اطلاعات عمومیتون به عنوان یک زیست شناس بهتره که بلد باشین. فضای اتاق دماش حتما میدونین 25 درجه هست، دمای یخچال مثبت 4 درجه هست و فریزر هم منفی 20 درجه است.
3 ماده شیمیایی که پایدار کننده هستن رو من خدمتتون عرض میکنم که حالا توی در واقع pH هستش. pH ویروس باید 5 تا 9 باشه که حالا روتاویروس که ویروس اسهال کودکان هست زیر 5 رو هم میتونه تحمل کنه. این هم یه نکته مهم. و حالا اون 3 ماده شیمیایی هستش که پایدار کننده دماه و کلا تحمل 50 درجه رو توی 1 ساعت میده، در صورتی که اکثر ویروس ها توی 50 تا 60 درجه بعد از نیم ساعت غیر فعال میشن. ولی این ماده های پایدار کننده ویروس رو مقاوم میکنه و توی 50 درجه در 1 ساعت میتونن مقاوم باقی بمونن. یکی از این ماده ها MgCl2 هست که اگر 1 مول در 1 لیتر داشته باشین میتونین واسه ویروس های پیکورنا یا فلج اطفال، روتاویروس و رئوویروس که اسهال کودکان هستن استفاده کنین که ویروس رو در واقع دوجه داره میکنه و بهش یه مقاومتی میبخشه که میتونه دمای 50 درجه رو تا 1 ساعت هم تحمل کنه. پس شد ماده MgCl2 اگر 1 مول در لیتر داشته باشیم. ماده بعدی که مهمه MgSO4 هست که ارتومیکسو ویروس مثل حالا آنفولانزا و پارامیکسو ویروس مثل سرخک یا اوریون رو مقاوم میکنه. MgSO4 که ارتومیکسو ویروس مثل آنفولانزا و پارامیکسو ویروس مثل سرخک یا اوریون رو مقاوم میکنه. و NO2SO4 هستش که هرپس ویروس ها رو مقاوم میکنه. اینا که حالا خدمتون شاید ممکنه براتون سوال فرضی ویروس رو مقاوم کنه، معمولا برای اونایی که آزمایشگاه ویروس شناسی کار میکنن و میخوان اگر پایان نامه داشته باشید بخواید روی یک ویروس کار بکنین، این محلول ها، این ماده ها بهتون میتونه توی مقاوم کردن بیشتر این ویروس کمک بکنه و حالا اگر که بدونین در واقع یک حالت تمایزی دارید با بقیه دانشجو. محدوده فعالیت ویروس همونطور که pH رو خدمتتون عرض کردم بین 5 تا 9 که بیشتر از 9 خیلی قلیایی میشه و بهش میگیم چی، همون آبژاول یا وایتک هستش که در واقع اکثر ویروس ها رو از بین میبره. پس محدوده فعالیت ویروس 5 تا 9 pH 5 خنثی دیگه، پس 5 تا 9 محدوده فعالیت ویروسه. پس ویروس نمیتونه شرایط اسیدی رو تحمل بکنه، درسته؟ اما در این بین ما استثنا هم داریم. شرایط اسیدی که زیر 5 هست مثل اتر برای ویروس ها کلا چرا قابل تحمل تره مثل ویروس روتاویروس. که ویروس چیه؟ روتاویروس همونطور که عرض کردم خدمتتون، اسلایدها ضبط میشه توی پنل کاربریتون ضبط میشه و شما میتونین حالا با جلسات بعدی که حدوداً نهایتاً 4 تا 5 جلسه یا شاید هم کمتر بشه اگر بتونم نکات رو خیلی جمع‌بندی بکنم که برای کسایی که حالا در واقع کنکوری هستن بتونن زودتر جمع‌بندی رو انجام بدن، جلسه ضبط میشه و میتونین اونجا اگر که حالا نیاز باشه ثبت نام کردین میتونین کامل دسترسی کامل دارین و حالا میتونین با پشتیبانی سایت هم تماس داشته باشین و ازشون بپرسین. خواهش میکنم. پس داشتم عرض میکردم خدمتتون که شرایط اسیدی که زیر 5 هست مثل اتر ویروس، کدوم ویروس؟ ویروس روتاویروس که اسهال کودکان هست میتونه شرایط این اسیدی زیر 5 رو بهتر تحمل بکنه. میتونیم به من بگین چرا روتاویروس میتونه بهتر شرایط اسیدی رو تحمل بکنه؟ حالا همینطور حدس بزنید مقاوم تره. چرا مقاوم تره؟ چون روتاویروس همونطور که عرض کردم خدمتتون ویروس اسهال کودکان هست، درسته؟ پس کجا بیشتر پیدا میشه؟ کجا هستش در واقع سلول هدفش کجاست؟ ویروس اسهال کودکان سلول هدفش آفرین توی روده هستش. احسن. و توی روده هم در واقع به خاطر شرایط‌های گوارشی که وجود داره شرایط اسیدی هستش، درسته؟
شرایط اسیدی هستش که حالا از اسید معده ترشح شده به روده و اونجا شرایط اسیدی هست، پس باید بتونه که روتاویروس بتونه که اون شرایط اسیدی رو بهتر تحمل بکنه و به همین دلیل هم شرایط اسیدی زیر 5 رو میتونه تحمل بکنه. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. خب گزینه بعدی در واقع یوویه که ما اگر که دستگاه یووی رو حالا اگر که توی آزمایشگاه کار کرده باشیم، زیر هود آزمایشگاه ما بعد کار یووی میزنیم که حالا هر میکروارگانیسمی که آلوده هستش احتمالی از بین بره. پس لیزر یووی رو یا حالا نور یووی رو اگر از 1 متر توی حالا حدود 20 دقیقه به ویروس ها بتابونیم، ویروس رو غیر فعال میکنیم و حتی ممکنه حالا یه سری از باکتری ها رو از بین ببریم و باعث از بین رفتن ویروس میشه. بعد و گزینه بعدی هم دترجنت ها یا حالا فرمالین ها یا فرمالدهید هستن که باعث نابودی کامل ویروس میشن. یک ویروس دیگه که مقاوم هستش به شرایط اسیدی که این هم خیلی مهمه، ویروس علاوه بر روتاویروس ویروس پاکس هست که گفتم با پاکس ویروس خیلی کار داریم. پاکس ویروس تنها خانواده دبل استراند دی ان ای دار هستش که به خاطر تقارن پیچیده که داره به شرایط اسیدی و به اتر مقاومه. پس پاکس ویروس تنها خانواده دبل استراند دی ان ای دار ها هست که دی اس دی ان ای ها هستش که به اتر مقاومه به دلیل داشتن تقارن پیچیده. کلا چرا ما میگیم پاکس ویروس ها؟ اگر که حالا من در آینده خدمتتون عرض میکنم، پاکس ویروس ها ویروس های پوشش دار هستند یا دارای انولوپ هستند که انولوپ حالا یه نوع چربیه دیگه، ما اگر که اسید بریزیم این نابود میشه دیگه و به خاطر پوششی که دارن این لیپید به خاطر پوششی که داره کلا به اتر حساسه و از بین میره. یعنی اونهایی که در واقع ویروس هایی که پوشش دار هستن یا انولوپ دار هستن به اتر حساسن و از بین میرن. حالا چرا پاکس ویروس به اتر مقاومه؟ به خاطر همون تقارن پیچیده‌ای هستش که پاکس ویروس داره. ولی کلا ویروس های بدون پوشش نسبت به اتر بیشتر مقاومن. دترجنت ها هم همونطور که عرض کردم یکی از عواملی هستن که باعث نابودی ویروس میشن، به خاطر تجزیه ساختمان لیپیدی هستش، غیر یونی هستن و باعث تجزیه ساختمان لیپیدی میشن و ساختمان پروتئین رو قطعه قطعه میکنن. اما حالا این رو بهتر که بدون قطعات بار مثبت منفی ندارن و حالا به آنتیژن ویروس تبدیل میشن. یکی دیگه از موارد استیس ها هستن که باعث حل شدن انولوپ ویروس میشن و حالا ایجاد آنیون میکنن تو قطعات قطعه قطعه شده پروتئین و شارژ منفی دارن، بنابراین توی الکتروفورس هم کاربرد دارن. فرمالین و فرمالدهید که فرمالدهید فرم گازی و فرمالین فرم مایع اون محلول هست که کلا تمام اشکال ویروسی رو غیر فعال میکنه، به خاطر اینکه ما دیگه هیچ راهی نداریم چون مستقیما ژنوم ویروس رو دناتوره میکنه. اما خب مثلا پروتئین‌های ساختمانی ویروس رو کاری نداره و دست نخورده باقی میمونه. پس اگر که حالا توی کرونا دیده باشین که خیلی از این وبینارها که گذاشته شد میگفتن یکی از این چیزهایی که برای ساخت واکسن استفاده میشه فرمالین و فرمالدهید هستش که به میزان کمی در واقع حالا سمپل میشه که برای ساخت واکسن. چرا؟ به خاطر اینکه کلا اسید نوکلئیک و ژنوم اون ویروس رو دناتوره میکنه و اون پروتئین ساختمانیش هست، اون آنتیژن ویروس هست کامل. ویروس یک چیزی هستش که پوکه و توی واکسن های غیر فعال ویروسی کاربرد داره فرمالین و فرمالدهید و برای همین حالا ویروس رو در واقع غیر فعال میکنه و ویروس واکسنی که تزریق میشه عامل عفونی نیست و نمیتونه مستقیما ایجاد مریضی و بیماری بکنه.
ما برای تقسیم بندی ویروس حالا اساس طبقه بندی بالتیمور رو داریم که حالا من در جلسات آینده خدمتتون عرض میکنم، چون الان سنگین میشه اگر بخوام اینا رو خدمتتون عرض کنم. اجازه بدیم من چک کنم ببینم برای این جلسه چیزی رو از قلم انداخته باشم. خب این رو هم خیلی مهمه که شما بدونید. این نکته هم عرض کردم خدمتتون. حالا این رو هم میتونین یادداشت کنین، چون من اسلایدش رو درست نکردم. اینها رو میتونین یادداشت کنین که طبقه بندی ویروس ها از کوچیک به بزرگ عرض میکنم خدمتتون. راسته یا رده هست، از پسوند ویرال استفاده میشه. بعدی خانواده ویروس هست که برای خانواده از ویریده استفاده میکنیم، ویریده. بعدی زیر خانواده هست که برای زیر خانواده از اصطلاح ویرینه استفاده میکنیم. بعدی جنس ویروس هست که حالا خود ویروس گفته میشه، مثل کرونا ویروس جنس ویروس هست. و بعدی هم گونه هستش که از عدد استفاده میکنیم، مثلا مثل کووید 19 که کرونا ویروس گونه 19 بوده. به این طریق اینها مهمه که حالا شما بدونین. تقریبا رو هم خدمتتون عرض کردم. اجازه بدین پروتئین های ویروسی رو هم خدمتتون عرض کنم. ما یه سری از پروتئین های ویروسی داریم که حالا یا ساختاری هستن یا آنزیماتیک هستن، که حالا یک نوع از اون که کپسید هست. کپسید چه نقشی داشت؟ نقش محافظتی از ژنوم ویروس رو داشت، نقش تقارن ویروس رو داشت، نقش اتصال ویروس رو داشت به سلول میزبان و حالا انتقال ژنوم از یه سلول به سلول دیگه. و پروتئین های دیگه که توی ویروس نقش آنزیمی دارن، پروتئین هایی هستن که عملکرد هایی مثلا شرکت در سیکل تکثیر ویروس دارن، یا همینطور نقش آنتیژنیکی که به خودشون در واقع دارن، مثل پروتئین هموگلوتینین که توی ویروس آنفولانزا هست. پس پروتئین هموگلوتینین توی ویروس آنفولانزا باعث لخته شدن RBC یا گلبولهای قرمز خون میشه. یا پروتئین‌های دیگه که از ویروس که خاصیت آنزیمی دارن، همونی بودش که خدمتتون عرض کردم توی نگاتیو سنس ها، RNA پلیمرازه که تو ویروس های RNA داره، نگاتیو سنس وجود داره و نقش ترانسکریپتازی داره. اینها رو هم در آینده خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. من مجدداً از جناب آقای دکتر علیزاده محترم تشکر میکنم که این امکان رو برای ما در واقع در اختیار ما گذاشتن و امیدوارم که واقعا براتون مفید بوده باشه و جلسات آینده هم به همین شیوه بتونیم نکات بیشتری رو البته با هم مرور کنیم. و همینطور هم ما یک کانال تلگرامی داریم که اونجا در واقع نکاتی هستش که از ویروس ها هست و حالا به صورت جامع و در واقع به صورت کلی تری اونجا گذاشته میشه و عنوان میشه. میتونید اونجا هم توی اون کانال ثبت نام کنید و امیدوارم که براتون مفید باشه. یعنی من کلا تمام تلاشمو میکنم که مطالبی که در اختیارتون میذارم در آینده هم براتون مفید باشه. بله چشم، زنده باشین. خواهش میکنم. اجازه بدین از اول نه اسلاید تغییر نکرده بود. در مورد واکسن هایی که برای کرونا تولید شد هم اگه تونستید بخش درس‌های دیگه لطف کنید بگید. واکسن هایی که برای کرونا تولید شد البته این جلساتی رو که من عرض کردم خدمتتون به دلیل حالا هم هزینه‌ای که برای حالا SMS هست، هم هزینه‌ای که برای خود سایت هست و ما سعی می‌کنیم با حداقل هزینه‌ای که هست جلسات رو در اختیارتون بذاریم و برای اونهایی که حالا خصوصا کنکوری هستن بتونن که سریعتر جمع‌بندی بکنن و قطعاً با این نکاتی که خدمتتون عرض کردم اگر که مطالعه داشته باشید و اینها رو حفظ کنید، اون جداولی که در آینده خدمتتون عرض میکنم و حفظ کنید، فکر نمی‌کنم دیگه
مشکلی برای کنکور یا حالا برای آیندهتون داشته باشین از جانب ویروس شناسی. و حالا سعی میکنم یه جوری توضیح بدم که کامل حفظ بشه براتون. اما واکسن ها که برای کرونا بود سعی میکنم که اگر شد خدمتتون عرض بکنم. کمی سیاسی میشه، سعی میکنم که لحاظ علمی همونی بودش که عرض کردم، حالا فورمالین و فرمالدهید رو استفاده میکنن. چشم. از اسلاید 3 رو مجدد نمایش بدیم. بله چشم. اسلاید 3 ساختمان ویروس، درسته؟ ساختمان ویروس رو میفرمایید خانم زهرا ردایی؟ ساختمان ویروس منظورتون هست؟ بله چشم. بفرمایید خدمت شما. که از داخل به خارج ژنوم ویروس هست. بعد حالا در بعضی از ویروس ها کپسیده که توی حالا ویروس های پروتئین های از جنس کپسومر هست که توی HIV یا پاکس ویروس ها هست. بعد در واقع میتونیم بگیم پروتئین ماتریکسه که نقش استحکام سلول رو داره. توی HIV و آنفولانزا هست. بعدی فسفولیپید دولایه بودش که البته تو بعضی از ویروس ها متفاوت هست، بعضی ها دارن بعضی ها ندارن. انولوپ هم گفته میشه. بعدی اسپایک یا پپلومر هست که گلوکوپروتئین توی ایمنیزایی و همینطور اتصال به سطح سلول میزبان نقش داره. و پس اسپایک چی هست؟ اینجا هم یه نکته، اسپایک نقش آنتیژنیک داره. در واقع یه حالت آنتیژنیک هستش که به آنتیبادی های سطح سلول متصل میشه، حالا یا به برای ویروس های باکتریایی که باکتریوفاژ گفته میشه که اون حالا فرق میکنه. البته عرض میکنم خدمتتون نحوه های تقسیم ویروس رو. بعدی هم ویروس هایی هستش که حالا آنزیم داشتن که آنزیم RNA پلیمراز بودش که توی ویروس های نگاتیو سنس RNA دار بود. کانال تلگرامی هم میتونین از تیم پشتیبانی بپرسین که حالا من ازشون میخوام که کامل شما رو اد کنن و حالا اون مقداری که هست رو بعد جهت ثبت نام خدمتتون حتما توضیح بدن. خیلی ممنونم از شما، متشکرم. امیدوارم که براتون مفید باشه و ممنون میشم که حالا نظرسنجی هم پاسخ بدین و در کانال هم بذارین اگر شد. ممنون میشم ازتون. اگر هم سوالی باز هست من در خدمتتون هستم. زنده باشین. ممنون از شما. شما هم خسته نباشید. خانم قلی زاده خسته نباشین، دستتون درد نکنه، بسیار مفید بود. همچنین دوستان زحمت کشیدن. خواهش میکنم. متشکرم. من یه نکته رو فقط خدمت شرکت کنندگان گرامی بهتون بگم. هولوش ساعت 10:30 سایت اتومات به شما یک لینکی رو میده تحت عنوان نظرسنجی. نظراتتون رو به هر حال ارسال بکنید. استاد میتونه از اون نظرات استفاده بکنه و قطعا کمک میکنه که ما بهتر بتونیم توی مسیر به شما خدمات بهتری رو ارائه بدیم. ویدیویی که برای این جلسه بود و البته جلسات بعدی اگر هم شرکت کردید روی خود پنل قرار میگیره براتون، دیگه همیشه میتونید ازشون استفاده بکنید. و اینکه ما با خانم قلی زاده برنامه‌هایی داریم، تولیداتی رو داریم انشالله برای درس ویروس شناسی در آینده و شما رو در جریانشون قرار خواهیم داد. پیشنهاد میکنم بهتون که پیگیر اخبار حال آموزشگاه توی پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی باشید، چون هر تولیدی که انجام میدیم، حالا دورهای تلگرامیمون به ویژه و کتابایی که قرار است با هم دیگه چاپ کنیم برای درس ویروس شناسی، میدونم که به تبع همشون میتونه برای شما مفید باشه و توی اولین در واقع رونمایی ها ما معمولا تخفیفات خیلی ویژه‌ای رو به دانشجویان ارائه میدیم که انشالله بتونه برای شما هم مفید باشه. مرسی از همگی که وقت گذاشتید و تشریف آوردید. خانم قلی زاده ممنونم از شما. اگر امری نیست یا سوالی اگر هست من در خدمتتون هستم. اگر موردی هست که بفرمایید. اگر متشکرم. خیلی متشکرم. نیست. ممنونم از توضیحاتتون. بزرگوارید شما. خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم. دوستان شب همگی بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شب بخیر.